و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. و بدانید که مسجدها از آن الله هستند. هر عبادتگاهی که بنیاد کرده می شود آن از آن الله هست و در مسجد به جز پروردگار کسی را شما پرستش نکنید. این یک معنای تفسیر است که مسجد جای عبادت الله یگانه هست. مسجد جای ثنا و حمد گفتن به پروردگار یگانه است. مسجد جای تعریف کردن و توصیف کردن الله یگانه است. در مسجد کسی دیگری را، در مسجد چیزی دیگری را همراه الله شریک نکنید. کسی را بجز الله در مسجد عبادت نکنید. معنای دیگرش که دویم تفسیر رو هم آوردن، میگویند این از عطا ابن رباح روایت شده است که از شاگردان عبدالله ابن عباس هستند. میگویند مسجد به معنای سجده شما، یعنی هر یک بنده چگونه که در حدیث آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من امر شدم با 7 اعضای بدنم سجده کنم، با هر دو زانو، با هر دو پای، با هر دو دست و با چهرم. و اینجا الله میگوید با این اعضای بدنت سجدت را یگانه به الله کن. و ان المساجد لله به معنای تمام سجده ها از آن الله یگانه است. تمام تعظیم ها، تمام سر ذلت پایان آوردن ها باید به الله یگانه باشد. و خداوند امر میکند که بجز من نزدیک کسی شما سرخم نکنید، بجز من نزدیک کسی شما رکوع و سجده نکنید. سجده های شما به کی باشد؟ به الله یگانه باشد. و از روی تعظیم هم اکثریت سوال خواهرها در این است که آیا سلامی که عروسان در توی ها میدهند سر را خم میکنند مثل رکوع میشود، آیا این جایز است یا نه؟ این از روی تعظیم است، ولی از روی تعظیم باشد هم مادامی که حتی به پیامبر صلی الله علیه و سلم روانه بود و پیامبر اجازه ندادن و یگان از صحابه ها در نزد پیامبر حتی تعظیم نکرده است، فقط السلام علیکم میگفتند. نباید یگان مسلمان در نزد یگان انسانی دو پایه در دنیا و در نزد یگان چیزی کی نباشد هم چی نباشد هم سر ذلت یا حتی از روی احترام تعظیم کند. و این از عزت مسلمان است که خداوند میگوید ای بنده من تعظیم تو باید به یگانه من باشد. یعنی تعظیمت را فقط به من کن، سجده هایت را فقط به من کن. امروز میبینید بت پرست ها در نزد هیکل هایشان که انسان های صالح و دیگر استازشان بود